سلام خوشگله. خوبی؟ اومدیم بریم یک دست فری فایر بزنیم. آره اومدی توی یوتیوب شخصیت منم داره به زانو میزنه. این گرگ خودمونم برای جمع میشه، زانو میزنیم برات. نمیخوای یک لایک بکنی، یک سابسکرایب، منو حمایت کن. بریم با هم دیگه بالا، بریم با هم دیگه جیم بزنیم. اکانتی که من تا حالا هیچی جیم نزدم براشو ببریمش بالا. Patience is a virtue. Time to slice and dice. Tá sentindo a energia? É hora do show. اینو میزنی لباس کاملش رو تنت میکنی. اوکی حالا میری توی بازی. وقتی میری توی بازی باید همه چیزم رعایت کنی. نباید نوب سگ باشی، نباید کمپر باشی، نباید یک جا وایسی اسکوپ بگیری و بقیه رو بزنی خوشحال باشی. من بقیه رو زد چون این کار اون طرف حسابشو خورد میکنه، اون طرف برای انتقامم برمیگرده. وقتی اون طرف برای انتقام برگرده دیگه تو زنده نمیمونی و این چیز خیلی 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 بد. پس این کار رو هیچ وقت نکن. وسط ویدیوهاتم بادگلو نزن. آره اما یعنی چی؟ من نمیدونم یعنی چی؟ نمیدونم از کدام بک نده تو رو خور. اوکی دمت گرم برگرد. دمتم گرم دیگه خیلی فاز برداشتمون. بابا بشه هدش نمیخوره. خیلی پروی تو. اسکام نگیر آقا چی تنظیماتیه با من. ای بابا در این لحظات باید آرامش خود را حفظ کنی و به یارت یه لایک بدی تو خوشحال شدی که داره بازی میکنه و این لایک خیلی خوشگل و برای لایک اینای دیگه هم که کمکی کردن یه لایک خوشگل اون بغل بدی و دیزلتو برداری و مثل نوب سگا بیافتی به دنبال انمی و هیچی هم نتونی هد بزنی و من این کاری که من هر روز توی فری فایر انجام توی فری فایر و اکانتی که هیچی که نزدم و در آینده خواهم زد کمک های شما دارم انجام. آقا دیگه خیلی دارم چی میکنم و یعنی دیگه اینقدر دیگه اینقدر از من آرامش نخواین خداییش که من اوکی اینقدر آرامش دیگه من نمیتونم خداییش نمیتونم. اینو زدم دارم میخواد جیغ بزنم چون اولین بارم اینجوری دارم. اونم کمپرانه و نوب سگانه. اینم الان هدش خورده بود چون ما خیلی نوب سگ هستیم نتونستیم هدشو بزنیم و اشکال نداره چون تو دست دیگه هم میتونیم یک دونه کلت برداریم و خورجم این همیشه میتونه اتفاق بیفته. دیگه نمیتونم ریلکس باشم دیگه دارم میچرکم. ای بابا چقدر دیگه ریلکس دیگه بسه دیگه باید نه آرامش هم میخوام حفظ کنم
الان با خودشم میگن اینو به سگ نگاه کن. هیچی بلا نیست بزنه بازم میخواد گنده گوزی کنه و چی برده استا اون بالا کلت بگو ما بالا کلت را داریم یعنی چی نمیدونم اگه میخوای بپرسی یعنی چی نپرس چون نمیدونم کشی مادرم هم داره زن میکنه و الان مادرم داره گوشیشو برمیده گوشی رو جواب ویدیو فکر کنم اینجا باید کات بخوره من میترسم کات بخوره اگر یه چاتی زدم یه چاتی به فنا بابا بودو دیگه بابا ویدش نمیخوره دیگه من چه گویی بخورم اینجا یوتیوب تو رو خدا بهمون گیر نده بابا دیگه نمیتونم کنترل کنم دیگه چقدر دیگه آخه این درسته بدم فشار میخوام میدونی فشار یعنی چی 90% میدونین یعنی چی 90% به بالا میدونیم فشار یعنی چی خب دمتونم گرم میدونین نه فشار میخورم دارم میمیرم فشار داره منو بخوره فشار داره اینه یک یوم میاد جون کنه یوم زیر دندوناش له شده یوم میکنه و منو میخوره جون هیچی نداره این نوب سگ پرو به قول خودم جون هیچی نداره و اومده راش میده آخه تو اینقدر گاوی اونجا اون همه سیو بود و نداشتی یک جون بزنی الان اومدی اینجا داری زجه میزنی میخوری زجه میزنی شکر میخوری یوتیوب بهمون گیر میده متاسفانه نمیتونی فوش بدیم مشکل داری؟ آره مشکل دارم پولی چی ندارم اکانت دارم جمعی چی قرار دارم میتونی حلش کن تو میگی آره نگم چجوری سابسکرایب میکنیم پول در بیاری بله الان چند تاتون میدونم الان داریم میگیم ما نمیخوایم ما سیگما خواهشن اینجا نباش الان فعلا داریم میمیریم خوشبختانه یعنی متاسف دیگه دارم فشار میخورم دیگه زبونم داره نمیچرخه دیگه همین الان دیگه نمیشه این دست نفی کنم نه این نباید بکنم باید یقین کنم که باشه یقین دارم دوستان چون با این نوع سگ‌های پرو افتادیم مثل خودم من این نوع سگ پرو هست چون داری میبینی دیگه میخوام کامبک بزنم دای جون چی فکر کردی؟ فکر کردی من از اون موقع دارم آرامش خودم رو حفظ میکنم که زبونم الان نمیچرخه فکر کردی دارم بابا مامان ما هم کرد دیگه داره کل دنیا رو خودم خب از اون موقع دارم خودم کنترل میکنم میخوام کامبک بزنم عزیزم چی فکر کردی؟ فکر کردی من نمیخوام کامبک میخوام از اون موقع دارم تلاش میکنم 3 تا بیام کامبک بزنم چی فکر کردی؟ با این نوع سگای پرو اومدن دارم بازی میکنم فکر کردی من میبازم آره درست فکر کردی ای بابا حالا الان از قدرتم نتونم استفاده کنم چه سودی برای توی که از قدرتم هم نمیتونم درست استفاده کنم هیچ وقت تنکید نکن آره درست دیگه باید تردید کنم ای بابا کامبک میخواستم بزنم کامبک دوست دارم تو بیا اینو دوست داشتم ای بابا داریم میخوریم که اومدم کامبک بزنم به قول خدا ای بابا دستو بردیم حالا خلاصه تنها کسی هم که من بودم حالا زیاد به اینش فکر نکنین ولی خب نشابه بده ولی خب اوکی داری دیزل به عنوان دورزن و گفت به عنوان نه دیزل
دست میکنی توی دماغ که اندازه ای بابا اون پر بالاش دیگه ما بگو خاک پا تم همدی نه خاک پا خاک پا تم بگو زبونت عادت کن همدی بابا میدش نمیخوره این از این کجا رفت افت دیگه سلام دوستان عزیز متاسفانه مردیم این هر دست ما میمیریم دیگه باز دوستان عزیز همکنون آهو رو نمیدونم برای چی میگم بمبم بنداز که اینا دارم به جا من کامبک میزنن خیلی منطقیه سید دیگه من اینا رو گذاشتم یه فرزندان منم دیگه منم اینقدر گاوم که فیفا رو با کردم دیگه الان اندازه گاو ولد نیستم آره منطقیه پاک کردم و الان اندازه گاوم بلد نیستم جنازه منو مشاهده میکنی که اونجا افتاده یه هدشات زدم خوشحال شدم جوان دیگه من با دیزل دیگه همه رو پاره میکنم نه زکی چایدی دایی جون من پاره هم کردم یخ برمیدار اینم برمیدار و اینم برمیدار برای دوستاتم بکن از اینم میدونم اینو اوکی خب بعدش گازو میگیری دیزل هم که داری وقتی دیزل داشته باشی گمم نداره الان نمیدونم بذار یخو من نمسته که پرو من پرو که نیستم که اومدی اینجوری با من باید دعوا کنی من دیگه دعوایی ای بابا دیگه ولم کن دیگه نامردیه دیگه آقا خلا بستم از اون موقع بیامد دیگه دیدم بابا هیچ وقتم ریوای برده بدم به نزدکم که همه جو میزنن اختار بهت میدم نه بچه خوبی تو اینجوری هم برد میزنم دومستین این دست رو یا ببازیم ببریم بردیم خلاصه ویدیو هم در حال تمامیه در حال نیستش دیگه خدا حافظ جگرتم اصل بلا من کم میدونم تو سابسکرایب کردی من کم نام تو لایک کردی من کم نام تو کامنت گذاشتی خیلی دارم روش بازی در میارم خدا حافظ خوشگل بلا